بهار امسال کارخانه مساله ساختمانی ارچه نزدیک به 400 لوحه یا پنل آفتابی را از چین آورده و در 1000 متر مربع نصب کرده است. سران کارخانه میگویند این پنل ها 218 کیلووات ساعت برق میدهند و خرج آنها در 4 سال خواهد برآمد. در حالت حاضر استحصال قوه برق ما طلباتی که ما استفاده میبریم قوه برق را از پنل های آفتابی تا 60% گرفته ایستاده ایم که این در یک ماه به مبلغ 25000 سومانی فایده کرده ایستاده است. کارخانه ارچه در منطقه آزاد اقتصادی سوخت قرار دارد. رهبر این منطقه در نشست خبری قبلی گفته بود که کمبود برق برای تأسیس 10 کارخانه نو مانع شده است. حالا او میگوید تجربه صاحبکاران همسایه کشور تاجیکستان را استفاده میکنند. ما سفری کاری فرغانه داشتیم. فرغانه داد همونجا همین فابریکه پنل های آفتابی ما باید دعوت کردیم حاضر من روزهای نزدیک و دعوت به عمل میارند و با همه صاحبکارا ما شناسایی پیدا میکنیم که با همین همکاری کنند که همه با همین پنل های آفتابی کارفرمای شوند. کمبود برق در شمال تاجیکستان نه فقط به خانواده ها در فصل زمستان مشکل پیش آورده است، بلکه به گفته صاحبکاران بنیاد کارخانه های نو را زیر سوال برده است. نمایندگان شرکت برق تاجیک در ولایت میگویند تاجیکستان با بنیاد نیروگاه‌های نو این مسئله را حل خواهد کرد، ولی تا آن زمان سران منطقه آزاد اقتصادی سوخت عزم دارند راه‌های دیگری حل این مشکل را یابند. شرکت خیتایی ما دعوت کردیم اومدند همین ما گفتیم که همین وایبه منطقه آزاد به همین اویدی کارخانه همین پنل های آفتابی کنند بعد چراغ های وایبه روشنی دهنده آفتابی انا همین هم برآورده و کنه که مهلتی وایش میگه ما اگر همین سازیم اگر 25 سال یک همون چراغ‌های روشنی دهنده 25 سال خدمت میکرده است. ولایت سوخت زیاده از 1200 کارخانه صنعتی دارد و در آنها 260 نمود مال و محصولات برآورده می شود. قسمی از این کارخانه ها در منطقه آزاد اقتصادی جای گیرند و از امتیازهای دولتی برخوردارند. فعلا در این منطقه بیشتر از 40 شرکت داخلی و خارجی کار میکند و با 10 کشور جهان داد و گریفت دارند. قسمی از این کارخانه ها با گاز طبیعی کار میکنند که 5 سال پیش بعد تنفسی چند ساله انتقال آن از ازبکستان از سر گرفته شد. منطقه آزاد اقتصادی سوخت قریب 20 سال پیش در حدود 320 هکتار بنیاد شد. این اولین تجربه جلب سرمایه بود که نسبتاً موفق شمرده می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.